به چالش فقط روزی 10 بیت تفسیر و کدگشایی مثنوی مولانا توی این ویدیو دعوتت میکنم. بهت این قولو میدم که آگاهی های مثنوی گنجینه‌ای میشه که تو همه ابعاد زندگیت کمکت میکنه و به اندازه کلی دوره، کتاب و فیلم و غیره راهنماییت میکنه، اونم رایگان. مثنوی رو به زبان ساده و روون آسونش کردم و با این چالش کافیه در کانال از مولانا بپرس همراه باشی. روز اول چالش همین ویدیو هست، قلبشو قرمز کن و بزن بریم. میخوایم با این تکنیک تنفسی شروع کنیم. بهترین و مهمترین کاری که در هر لحظه میشه انجام بدی تا بتونی هم با آگاهی های در لحظه یکی بشی، هم این که با آگاهی های توی این ویدیو هم فرکانس بشی و کمی از حواس پرتی های ذهن دور بشی. لطفاً صاف بشین، قوز نکن، ستون فقرات که محل تجمع انرژی توی بدنت هست رو صاف نگه دار، گردن در راستای ستون فقرات و چشمهات رو ببند. 5 تا نفس عمیق به این روش با هم بکشیم. 4 شماره دم از بینی، 4 شماره مکس که یعنی همون حبس نفس، 4 شماره بازدم از دهان و مجدد 4 شماره حبس بازدم. خیلی راحته، با هم انجامش میدیم و میتونی بعداً هم تکرارش کنی تا بتونی با این تکنیک به لحظه حال بیای. این روند تنفسی رو 4 شماره انجام میدیم با هم دیگه و دم و بازدم آخر عمیق‌ترین نفس روزت میشه. 4 شماره دم، 1 2 3 4. مکس دم، حبس دم، 2 3 4. بازدم از دهان، 2 3 4 و مکس بازدم، حبس بازدم، 2 3 4. این روند تنفسی رو تا 3 مرتبه دیگه تکرار میکنیم. دم مجدد، 2 3 4. مکس دم، 2 3 4. بازدم مجدد، 2 3 4 و مکس بازدم، 2 3 4. و نفس شماره 5، طولانی ترین و عمیق ترین دم امروز رو الان میکشیم. مکس نسبتاً طولانی بین دم و بازدم. و بازدم عمیق. خدای شکرت برای نفس. به به این آگاهی برای این لحظه، برای فارسی زبان بودنمون، برای شناخت مولانا. قطعاً تفاوت انرژی توی بدنت و آروم شدن کمی از افکار ذهنیت رو توی این لحظه میتونی متوجه بشی. و حالا اگه آماده ای شروع کنیم. درود به روح پاکت. خوش اومدی رفیق. اینجا کانال از مولانا بپرس هست. تفسیر بیت 55 و 56 از دفتر اول مثنوی. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. در ظاهر بیت اینو میگه که وقتی که شاه دید طبیبان در بهبود کنیزک ناتوانن و کاری از دستشون بر نمیاد و فقط ادعای الکی و تو خالی داشتن، با سرعت و عجله پا برهنه به سمت مسجد دوید و در سجدگاه مسجد انقدر گریه کرد که سجدگاه پر از آب اشک شاه شد. اما عمق بیت و منظور اصلی مولانا از این ابیات بر اساس زندگی تک تک ما، شاه
که همون روح ما بود که توی ویدئوی قبلی کامل این اشخاص رو نماد شناسی کردیم، پیامشون رو گفتیم که بخش اول این داستانه که کدگشایی این داستان و پیام‌های بی‌نظیرش رو که خیلی هم اتفاقا دوست داشتین اون ویدئو رو توی لینک بالا سمت راست و حتی لینکش رو توی دیسکریپشن هم گذاشتم که اگه ندیدیش اول اونو بشنو و بعد این قسمت رو با گوش جان بشنو و آگاهیشو دریافت کن تا قشنگ متوجه داستان و ادامه ابیات چالش در روزهای بعد و امروز بشی. کنیزک که اون عشقها و وابستگیها و خواسته های دنیوی و ذهنی ما بود و طبیبان هم که افراد دروغین که به ظاهر مربی معنویت هستن و ادعای پوچ دارن که ما رو به خدا و خواسته هامون میرسونن هستن. روح ما وقتی با ذهن یکیه و به خواسته های دنیویش ذهنیش میرسه و یا حتی نمیرسه، متوجه این میشه که چه دارا باشه چه نه، چه به خواستش برسه چه نه، از درون رنج میبره و در عذابه. انگار دنبال یه چیزی هست که هنوز پیداش نکرده. انگار یه گمشده‌ای داریم هممون که تو هیچ چیزی پیدا نمیشه. اون شادی حقیقی، اون آرامش حقیقی، اون بی‌نیازی حقیقی رو انگار نمیتونیم توی هیچ خواسته‌ای، هیچ جا و مقامی، هیچ شخصی پیداش کنیم. و اینجاست که ما فکر میکنیم اگه داراییمون رو بیشتر کنیم، اگه روابط متعددی رو تجربه کنیم، اگه سفرهای بیشتری رو بریم یا هر خواسته ذهنی دیگه‌ای که در اون دنبال خوشبختی میگردیم و بهش برسیم و داشته باشیم، دیگه رنج نمیبریم، دیگه عذاب نمیکشیم، طعم خوشبختی رو میچشیم. اما اینجوری نیست و قطعا رسیدی به یه سری خواسته هات که خوشبختی رو توی اونها میدیدی، اما بلافاصله بعد از رسیدن بهشون واسط عادی شده و مجدد توی چیزهای دیگه دنبال خوشبختی میگردی. و اینجا ما دو مدل انسان داریم. یک، افرادی که به یک جایی میرسن، به یک مقامی میرسن، یا اینکه به اکثر چیزایی که خوشبختی رو درونش میدیدن میرسن و تجربهش میکنن. دسته دوم افرادی هستن که به اون اهداف و خواسته های ذهنی که قرار خوشبختی رو توی اونا پیدا کنن نرسیدن و همچنان دنبالش هستن، یا اینکه میدونن کلاً نمیرسن. تو هر دسته که باشی در نهایت به یه جایی میرسی که با تک تک سلولات اینو درک میکنی که شاید همین الان هم به این باور، به این نتیجه رسیده باشی که هیچ مادیاتی، هیچ انسانی، هیچ خواسته و هیچ روابط و هیچ پول و شغلی و هیچ چیزی توی دنیا جز خدا و خودت نمیتونه کمکت کنه تا طعم خوشبختی حقیقی رو از درون بچشی و از این رنج و عذاب افکار ذهنی و همیشه دنبال پازل گم شده خوشبختی و آرامش و شادی بودن نجات بدی. از هیچ کس بر نمیاد جز کمک خداوند جان و جدی بودن خودت توی مسیر آگاهی و خودشناسی. شاهد داستان به مرحله از بیکسی میرسه، به مرحله میرسه که همه راه‌ها رو امتحان کرده، همه تلاش‌هاشو کرده، با همه افرادی که میدونسته ماهر هستن نشست و برخاست کرده و از همه جا ناامید شده و در نهایت میره سراغ خدایی که همون ابتدا باید سراغش میرفت. مرحله از زندگی درونش قرار میگیریم که برای بعضیامون خیلی طول میکشه، برای بعضیا هم سریع تر پیش میاد که از دنیا و آخرت از هر دوشون میگذری و به مرحله‌ای میرسی که بهش میگن فنا، نیستی، هیچ شدن یا محو شدن یا با خدا یکی شدن. این مرحله که در اون نه دیگه روح مهمه واسد که چه توشه آخرتی داری، نه جسم مهمه که چی قراره واسش پیش بیاد. تو بین این دو عالمی، انگار هستی اما مثل قبل دیگه نیستی. انگار بود و نبودت هم مهمه هم مهم نیست. با این چشمت نمیبینی، با این گوشت نمیشنوی، با این ذهن و افکار همیشگی نیستی و رهایی از هر آنچه هست و نیست.
اونجاست که در لحظه خدا از درون تو زیست میکنه، تجربه میکنه، نظاره میکنه، میشنوه. شهود قلبی از طریق ذهنی که افسارش به دستته توی این مرحله دریافت میشه که این مرحله با همین قدم‌های ساده و آروم در مسیر آگاهی پیش رفتن و جدی روی رفتارات، افکارت، حسات توجه کردنه که میشه تجربهش کرد و اصلاً هم سخت نیست، به شرطی که صبور باشی توی این مسیر تا بتونی توی هر مدیتیشن، توی هر جورنال، توی هر مایندفولنس، توی هر لحظه این مرحله رو تجربه کنی. این نیست شدن، این یکی شدن با منبع رو تجربه کنی. قطعاً اینجا واسط سواله که چجوری میتونم توی این مرحله خودم رو زودتر برسونم. قطعاً که درگیر میشی با افکار در روز در هر لحظه از زندگیت که با تکنیک های ذهن آگاهی مثل جورنال نویسی که از سرزنش کردن خودت که درگیر افکار یا یک کاری شدی بیرون میای، که درگیر افکار شدی، درگیر ذهن شدی یا اینکه درگیر کارهایی شدی که میدونی درست نیستن بیرون میای و دیگه خودتو سرزنش نمی کنی، بلکه با جورنال نویسی پیام اون درگیر شدن رو درک میکنی و با مدیتیشن فاصله میندازی بین افکارت و میبینی که تو دیگه فکرای توی سرت نیستی. میبینی که اون صدایی که از صبح تو سرت پلی میشه و تو بقیه رو قضاوت و محاکمه و سرزنش میکنه و یا اعتماد به نفس کاذب و حق به جانب بودن رو بهت میده و توقع تو از زمین و زمان بالا میبره، یاد میگیری که تو اون نیستی و در کنار آگاهی های مولانا که تو هر برهه‌ای از زمان که بخونیش تازه است و کار میکنه، به اون مرحله قطعاً میرسی، تجربهش میکنی و میبینی که چقدر قشنگ این مسیر، این تکنیک ها تو رو آروم آروم با انجام دادن هر روزشون به در لحظه بودن، به یکی شدن با خدا و دوری از ایگو نزدیکت میکنه. و اونجاست که تعجب میکنی که چی شد که انقدر قشنگ همه چیز تغییر کرد و آگاهی های رو خدا داره هر لحظه به دلت میندازه که هم به خودت کمک بشه و هم به بقیه. اینو هم یادت باشه که هر آگاهی که توی هر ادیانی به وسیله هر فردی که میدونی، میشنویش و احساس میکنی که میتونه تأثیر بذاره رو تعصبت رو بذار کنار که مثلا این آگاهی ایرانیه یا اون هندیه یا عربیه یا زرتشتیه. اگر که تعصب داشته باشی بدون که سخت از این مسیر آگاهی دور میشی و به خودت آسیب میرسونی. پس تعصب رو کنار بذار تا بتونی از رنج و عذاب رها بشی، تا بتونی از آگاهی هایی که خدا تو دل تمام افرادش انداخته که فارغ از این که کجای این کره زمین به دنیا اومده و زندگی کرده میتونه قطعاً بهت کمک کنه. شاه داستان رفت مسجد تا دعا کنه که کنیزکش توسط خدا خوب بشه. ما هم برای درمان نفسمون، درمان رهایی از اون شخصیت تقلبی که ذهن برامون ساخته، فقط با توکل به کمک خداونده که میتونیم از نفس نجات پیدا کنیم. اون اشک‌های شاه که دریایی ازش درست شده، شدت درماندگی و رنج و عذابیه که داریم میبریم از بی ثمره بودن راههای ذهنی و دنیوی و رسیدنها و نرسیدنها که گفتن بهمون درمانمون اونا هستن، اما داریم میبینیم که تأثیری روی حال خوب ما نداشتن و ما انقدر تکرارشون کردیم، انقدر افتادیم روی لوپ تجربه کردنشون و نتیجه نداشته که دیگه از شدت رنج و عذابی که نه تنها درمان نشده بلکه بیشترم شده در عذاب سختی به سر میبریم. وقتی به این مرحله میرسیم هر کدوم از ما به 3 انتخاب میرسیم که هر کسی یکیشو انتخاب میکنه. انسانی هست که از این شدت عذاب مجدد همین راه همیشگیشو ادامه میده و خدمتی به این فرصت و زندگی که در اختیارش بوده نمیکنه و هم خودش و هم بقیه رو از اون توانایی و کمکی که از عهده اون برمی اومده و خدا اون توانایی رو در اون گذاشته بوده و بابتش به این دنیا اومده محروم میکنه. چجوری؟ با تکرار کردن همون آگاهی های نسل های قدیمی و در لوپ
تکرار همون زندگی و همون روش زندگی های پدر و مادر و نسل های قبلشون و هیچ آگاهی جدیدی به خودش و خانواده و زندگیش اضافه نمیکنه و در سبب به دست آوردن هیچ تجربه و آگاهی و شهود قلبی توسط خودش با اتصال به منبعش نیست. انتخاب دوم افرادی هستن که این رنج و عذاب درونی که از ذهن نشأت میگیره رو نمیتونه تحمل کنه. حالا چه به همه خواسته هاش رسیده باشه مثل اکثر افراد ثروتمند و معروف و مشهور، چه نرسیده باشه. قطعا شنیدی که طرف این همه ثروت داشته، این همه شهرت داشته، اما خودکشی کرده. و عده‌ای هم هستن که به خاطر نداشتنها و نرسیدنها و نشدنهای خواسته هاشونه که بابت اونا خودکشی میکنن و فرصتی که خدا بهشون داده و همچنان زمان داشتن برای تغییر رو خاتمه میدن. و در نهایت انتخاب سوم، افرادی که خیلی دیگه این رنج و عذاب زیاد میشه واسه شون و تو هر شرایطی که باشه با وجود اون افکار خودکشی که واسه شون تکرار میشه و یا با وجود افکار ترس از تغییر و در مسیر جدید قدم برداشتن دارن، اما شروع میکنن، ریسک میکنن، آروم آروم قدم برمیدارن و مسیر آگاه شدن و رشد کردن و تغییر دادن و استارت میزنن با وجود همون دردهای مشترک، همون رنجهای مشترک، اما انتخابش اینه که آگاهیشو عوض کنه و اون کمک ها، نشونه ها، شهود ها آروم آروم براش بیشتر حس میشن، توی مسیرش قرار میگیرن و تجربهشون میکنه و غیر از خودش به کلی انسان دیگه هم میتونه به وسیله کلامش، رفتارش و زندگیش و دستاوردهاش و توانایی‌هاش نشون بده، کمک کنه بدون زور بلکه با عشق و در صلح کامل که توی این سه گزینه قدرت اختیار، انتخاب، تقدیر، سرنوشت و اینجور چیزها رو به راحتی میتونی تشخیص بدی. بیت 57: چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشود در مدح و ثنا. ظاهراً میگه که وقتی که شاه از غرق شدن در فنا بیرون اومد و به خودش برگشت، زبان باز کرد به دعا و راز و نیاز با خدا. اما پیام بی نهایت زیبا و خدمت کنندش رو با جون و دل لطفاً گوش کن. لطفاً گوش کن. اینا گنج هایی هستن که جایی انقدر ساده بیان نمیشه و خب قطعاً سخت میشه که با زبان پیچیده درکش کرد. من به ساده ترین کلام اینجا بازگوشون میکنم. و قبل از ادامه ویدیو یه درخواست دارم برای اینکه بدونم از این دسته آگاهی ها خوشت میاد که ادامه بدم کدگشایی رو توی ویدیوهای بعدی و چالش های بعدی و اینو هم بدونم که حواست اینجاست یا اینکه درگیر ذهن و افکار شدی، همین الان تا یادت هست زیر همین ویدیو با تمام وجودت حس کن کلماتو و کامنت بذار درود به روح پاکت مولانا، تا هم یه درودی گفته باشی، همین که به خودت یاد بدی وقتی از آگاهی کسی که الان مولانای جان هست و داری استفاده میکنی قانون جبرانش رو رعایت کنی و اینو بدونی که اون فردی که مولانا هست در زمان زنده بودنش، در زمان ناآگاهی با سختی زیادی که روی خودش کار کرده تونسته به آگاهی های نابی برسه که الان دست به دست شده و برای کمک به ما به جا مونده. باطن بیت اینو میگه: شاه داستان غرق فنا شده بود. فنا یعنی از خود تقلبی و ذهنی گذشتن و هوشیاری ذهنی، به عبارتی خویش ذهنی را رها کردن، در برابر خداوند محو شدن و یکی شدن با خدا و از دویی خارج شدن. حالتی که در اون رفتار و عمل ما، گفتار ما با ذهن نیست، بلکه همه از طریق خدا رقم میخوره و ما خودمون رو سراپا تحویل یار دادیم و هیچ چیزی رو از روی ذهن رقم نمیزنیم. این مرحله آروم آروم تجربه میشه و با شناسایی و بعد انداختن پله پله سایه های درونیمون که همون خشم، حسادت، کینه، طمع، ناشکری، غرور و خودپسندی و لذت طلبی و غیره هست رقم میخوره و هممون در مسیر به نور بردن ذره‌ای از این تاریکی های درونمون هستیم که همه اینها یه شب اتفاق نمیفته، بلکه قدم قدم با همین هر روز با ذهن آگاهی هایی که روش هاشو قبل گفتیم پیش میریم
تو تایم هایی از در لحظه بودنمون قطعاً این محو شدن، این فنا شدن، این یکی شدن و از دویی در اومدن و هیچ شدن رو زیست میکنیم و اون شعفی که از اون تجربه به دست میاری باور کن که با هیچ شادی و آرامش و خوشبختی دنیایی قابل قیاس نیست. انگار اون ذره درونی به قدری بزرگ و قدرتمند شده که تبدیل به خورشید چنان بزرگ و نورانی شده که دیگه این جسم و بدن ظرفیت و توان داشتنش رو درونت ندارن و میخواد از این کالبد بیرون بزنه و سر تا سر اطرافت و دنیاتو از نور غرق کنه و خب تا تجربه نشه باور کن که با کلام به هیچ وجه نمیشه وصفش کرد. این حالت قطعاً میتونه موندگار باشه و بزرگانی چون مولانا و غیره بیشتر تو این هیچ بودن و یکی بودن قرار میگرفتن که با کار کردن روی تاریکی های درونشون، روی سایه هاشون و رهایی از ذهنیت و اون شخصیت فیکی که ایگو برامون ساخته تونستن توی این شعف موندگار بشن که این آگاهی های ناب رو از اون هیچ بودن و اتصال به منبعشون واسمون جا گذاشتن و از چیزهای صحبت میکنن که ما برامون غیر باوره، اما با جدی بودن توی مسیر میبینی که واقعی تر از اینا چیزی وجود نداره و هرچی غیر از اینها دروغین و فیکه. حالا پیام داستانمون از شاه چی میگه؟ وقتی شاه از این حالت یکی شدن و هیچ شدن بیرون اومد، شروع کرد با کلام به دعا کردن و راز و نیاز با خداوند و اینجا دویی میشه و دیگه انگار خودشو از خدا جدا میبینه. دویی یعنی من هستم، خدا هم هست. هیچ شدن، یکی شدن، فنا شدن یعنی من محو میشم، کنار میرم، دیگه چیزی بین من و خدا وجود نداره، من کنار میره، از خیش فیک به خیش حقیقی میرسم و خدا میشم و منی دیگه وجود نداره. خواسته و طلب ذهنی دیگه نیست که توی عرفان میگن که کسی که داره با خدا راز و نیاز میکنه یا درخواست داره یا دعا میکنه هنوز در دویی هست، هنوز خیشتن رو از خدا جدا میبینه که دست به راز و نیاز برداشته و دعای واقعی اینه که اصلا دویی حس نشه و خیش رو از خدا جدا نبینیم که حالا بخوایم دعایی کنیم. و معنی دعای واقعی رو در عرفان این میگن که دعا نکردن و تسلیم برنامه حق بودنه. در واقع انسانی وجود نداره، همش صورت و ظاهره و در اصل انسان خود خداست، پس نیازی به دعای کلامی نیست و دعای حقیقی از دل میاد، نه هزار تا راز و نیاز کلامی و بیفایده و تکراری. کسی که طالب حقیقی باشه با دل و قلبش طلب میکنه، با صفا و پاکی، نه با درویی و نیرنگ و برای مادیات دنیوی. دعای حقیقی در واقعیت اینجوری نمایان میشه. مثلا اگه کسی ثروت پول رو میخواد برای رفع نیازهای ضروری دنیویش، به جای گفتن خدایا انقدر پول بده یا همش در تصور و تجسم ذهنی بیفایده باشه، میتونه اون حسی که از پول داشتن میخواد داشته باشه رو همین الان حس کنه تا در فرکانس اون حس ها قرار بگیره. حالا یا با پول یا با یه نعمت دیگه اون حسی که طلبش کرده رو دریافت کنه. از پول ما دنبال چه حس هایی هستیم یا حالا هر خواسته دیگه‌ای که داری، بیا با خودت بشین و بگو که من از این خواسته‌ای که دارم و در به در دنبالشم و دارم تلاش میکنم واسش، چه حس‌هایی رو ازش میخوام داشته باشم. وقتی به اون خواسته میرسم چه حس‌هایی رو دوست دارم با اون خواسته تجربه کنم. مثلا ما از ثروت پول حس بی‌نیازی میخوایم، حس امنیت میخوایم، حس قدرت، فراوانی، لایق بودن رو میخوایم. حس‌هایی که از هر چیزی میخوای و بابتش طلب میکنی، دعا میکنی، بیا اون حس‌ها رو همین الان توی همین چیزهایی که داری حس کن. هر چیزی که میخوای رو بدون که الان مقداری کم یا زیاد تجربه کردی حسشو، که میدونی چه حسی داره که الان بیشترش رو میخوای یا حتی میخوای توی زندگیت مثلا یه سری حس‌های منفی و اتفاقات کمتر بشه. باید داشته هایی
که الان داری و اون حس ها رو چه کم چه زیاد میتونی با اون داشته ها حس کنی رو مجدد به یادت بیاری، ببینیشون، شکرگزارشون باشی تا در مدار فراوانی اون حس ها و اون داشته ها قرار بگیری. قطعاً حس کردن نیاز به یک فایل ویدئویی پادکست تور داره که قطعاً به زودی توی همین کانال از مولانا بپرس آموزشش رو میذارم که بتونیم اول رها بشیم از سایه ها، اول از تاریکی به نور بیاریمشون، دیگه ازشون نترسیم، فرار نکنیم، دوستشون داشته باشیم و همچنین چجوری حس کنیم که اون طلبی که داریم برای خواسته هامون به واقعیت بپیونده. که اگه دوست داری این مدل ویدیوها رو بیشتر دریافت کنی، اگه دوست داشتی کانال از مولانا بپرس رو سابسکرایب کن تا آگاهی‌های بیشتری رو از این مدل آگاهی‌ها دریافت کنیم. یه مثال کوتاه بزنم برای طلب کردن. مثلا ما طلب پول بیشتر رو داریم، نعمت بیشتر رو داریم، شغل بهتر رو داریم، فراوانی بیشتر رو میخوایم. باید حس فراوانی رو توی همه چیز ببینی و قدردانش باشی. مثلا اینکه من الان حس میکنم سلامتیمو، من قدردان بدن سالمم هستم، من قدردان این همه سلولی که توی بدنم دارن فعالیت میکنن، تلاش میکنن که منو سر پا نگه دارم، من شکرگزارشون هستم، من لایق به یه بدن سالمم. غذای سالم به بدنت بدی، خواب کافی بهش بدی، در حد توانت ورزش کنی تا پیام لایق بودن سلامتی بیشتر رو بفرستی و جذبش کنی. اینجوریه که خدا از ما میخواد طلب کنیم، از ته قلب و اعماق وجودمون. طلب واقعی اینجوریه که حسش کنیم، نه اینکه با زبان و با کلام و با روزی 1000 بار نوشتن خواسته و تکرار جملات تأکیدی. مطمئن باش چیزی جذبت نمیشه، حتی از زمین و زمانم شاکی و ناامید میشی. حسش کن که لایق نفسی، لایق زنده بودنی، لایق خانواده‌ای، لایق شغل خوبی، لایق ثروت پولی. هر آن چیزی که میخوای داشته باشیش دنبال حسش هستی. پس همین الان بگرد، حساشو پیدا کن و توی چیزهایی که داری حسشون کن، شکرگزارش باش. و اینو بهت قول میدم که خیلی قشنگتر از داشتن اون خواسته الان میتونی حسشون کنی، لذتشون رو ببری و وقتی که به دستشون میاری میبینی که حس قبل از به دست آوردنشو که زودتر جلو تجربه کردی از خود اون خواسته واسط قشنگتر و شیرینتر بوده. و مولانا هم بیهوده نگفته که شکر نعمت خوشتر از نعمت بود، شکر باره کی سوی نعمت رود. برسیم به ادامه داستان. شاه که همون روح ماست، درمانده از مشکلاتش به درگاه خدا دعا میکنه که این نفس اماره که هم نشینش هست کمکی بهش بشه، درمانش بده. هم روح هم نفس اماره هر دو در وجود ما هستن و کاملا هم متضاد همن. روح میخواد که این نفس رو تربیت کنه که همراهیش کنه، اما میبینه که نتونسته و درمانده شده. بیت 58: کی کمینه بخششد ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. شاه یا همون روح درون رو میکنه به خداوند جان و میگه همین که فرمان روای جهان ما تویی، بهترین دارایی و بزرگترین بخششیه که تو به ما میتونستی داشته باشی. ای خدایی که کمترین لطفت که پادشاه دنیای ما بودنه، کمترین لطف توی در حق ما. من چی دارم به خالق دنیام بگم؟ تو خودت منو خلق کردی و ای خالق من، تو از هر آنچه درون این جسم میگذره با خبری، احتیاجی نیست که من برات بازگو کنم. عارفان توی این موضوع دو دسته هستن که مولانا جز دسته دومه. دسته اول این باور رو دارن که چون خداوند راز درون من رو میدونه، بنابراین اصلا نیازی به گفتن و بیان کردن خواستمون نیست. اما گروه دوم که تعدادشون خیلی بیشتره میگن که خدا توی اکثر پیام هایی که به دل پیام آورانش و نوشته های توی کتاب هاشون هست اشاره کرده که بخوانید مرا و از من طلب کنید و هرچه آینه دل صاف و پاک تر باشه اجابت شما قطعی تره.
بیت 59. یادت باشه که ما تا بیت 65 که میشه 10 تا بیت توی این چالش تفسیر و کدگشایی داریم. خسته نشده باشی امیدوارم، چون که واقعا این ابیات گنجینه کاملی برای کمک به ما تو هر زمینه از زندگیمون. میتونه اینجا چند تا نفس عمیق به همون روشی که ابتدای ویدیو گفتم بکشی و بعد بریم برای ادامه تفسیر و کدگشایی بیت 59. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. ای خدایی که موقع احتیاج به تو پناه میاریم و هماره پناهگاه حاجات مایی، بار دیگه راه و غلط رفتم. شاه یا همون روح وجود به منبع وجودش میگه که خدایا منو ببخش، چون در حالی که تو وجود داشتی و هر لحظم و مدیونتم و با تو هر لحظم پر از معجزه است و من بارها اون معجزه رو دیدم، باز من دست نیاز به جای تو به سوی طبیبان دروغین دراز کردم. طبیبان همون عقلهای جزئی هستن که ما نمیتونیم از طریقشون به خدا، به منبع جانمون برسیم و اونها نمیتونن ما رو از این بندهای ایگو رها کنن، بلکه ما میتونیم از اون ابزارهایی که از قدیم تا به امروز نسل به نسل چرخیده و به ما رسیده به منبع جانمون آروم آروم وصل بشیم، که از همون ابزارهای مدیتیشن که توی اون میتونیم مشاهده افکار و دوری از ایگو رو تجربه کنیم، یا جورنال نویسی که با درون و سایهات دوست میشی، و یا مایندفولنس که در لحظه هر کاری رو با حضوری آگاهانه داشتن و نظاره‌گر بودن تجربه میکنی و اینجوریه که از ایگو آروم آروم فاصله میگیری و با اصلت یکی میشی. باید شناسایی کنیم، آروم آروم رها کنیم اون دام و دانه های دنیویی که قطعاً یکی و دوتا هم نیستن و تمومی نداره و باعث شده پرنده روح ما رو گرفتار خودشون کنن. با شناسایی اونها میتونیم این خواهش های نفسانی که با محرک های دنیای بیرونی ما رو اسیر کردن رو آروم آروم در اختیار خودمون بیاریم و اینها رو کنار بذاریم. بیت 60. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. کل بیت از کلام خدا میگه که من رو با خلوص دل بخون تا دعاتو مستجاب کنم. خدایا درسته که تو گفتی من از اسرار درون شما آگاهم، ولی اونو هم گفتی که شما هم خواسته خودتون رو از من بخواین و فقط هم از من بخواین، نه اینکه کافر بشین و درگیر انسانهای دیگه و فالگیر و دعانویس و انرژیهای تاریک بشین، بلکه یکتا پرست باشین و فقط از من درخواست کنین تا اون طلب حقیقی رو براتون توی زندگی ظاهر کنم. یعنی اینکه شرایطش رو به وجود بیارم که تو هم با اقداماتت بتونی بهش برسی، نه اینکه بشینی گوشه خونه و جبرگرا باشی و انتظار رشد داشته باشی. یا معین کردن واضح خواستت به همراه ایمان به جریان زندگیت و توانایی‌هات و همچنین توکل به زمان خدا برای دریافت نتیجه و در نهایت رفتن تو دل مسیر و تلاش کردن هوشمندانه پیش رفتنته که این ترکیب رو میسازه و این راز رسیدن به هر خواسته بی برو برگشت. پس اینکه گوشه خونه بشینی و جبرگرا باشی و انتظار داشته باشی از آسمون واسط طلا و خواسته هات بباره، این یک فکر بیهوده هست که باعث میشه زندگی تو بیهوده هدر بدی. بیت 61. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. یادت باشه با مدیتیشن های کانال حسین اورای بی‌نظیر که توی دیسکریپشن لینکشو گذاشتم میتونی افکارتو مشاهده و رها کنی که این باعث میشه ذهنت آروم بشه، و توی ویدئوی جورنال نویسی که باعث میشه با سایه‌هات روبرو بشی که لینکشو هم توی دیسکریپشن هم اون بالا سمت راست واسط گذاشتم، میتونی آینه دلتو پاک کنی، صیقل بدی و برای همه عشق و صلح و خوبی بخوای که این کار باعث میشه قلبتو صفا بده، باز کنه، ذهنتو آروم کنه و غیر ممکنه که هر خواسته‌ای به وسیله این قلب باز و ذهن آروم برآورده نشه.
اینجا شاه داستان که همون روح ما هست وقتی که با دلی پاک و بدون لک و خدشه رو به درگاه خدا میکنه، دریای رحمت و عطا و بخشش خداوند جوشیدن میکنه و به خاطر آرامش روحی که با قلب باز و ذهن آروم پیدا میکنه دعاش مستجاب میشه. بیت 62. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رو نمود. در عالم خواب که روح از جسم جدا میشه ما دو مدل خواب داریم. اگه در هنگام بیداری خیلی درگیر افکار ذهنی باشی و انرژیت صرف فکر کردن شده باشه، وقتی هم که به خواب میری به خاطر اینکه انرژی در اختیار ذهن بوده معمولا روح نمیتونه از جسم در عالم خواب جدا بشه و نمیتونه به منبع شارژش، به منبع انرژیش، به خدای جان بپیونده و همچنان ما در خواب هم درگیر همون ذهن مشغولیه همیشگیمون میشیم به شکل و شمایلی که ذهنت برات میاد به تصویر میکشه و یک توهمی شبیه به واقعیت توی خواب برات رقم میزنه و اینجوریه که وقتی بیدار میشی انگار نه انگار که خوابیدی، همچنان کسلی، بی انرژی هستی. چرا؟ چون همه انرژیت مجدد صرف فکر کردن در خوابت شده. اما خواب مدل دوم که به رویای صادقه هم میتونه برسونتت اینه که در طول روز تمرین مایندفولنس رو انجام داده باشی، یعنی ذهن آگاهی کرده باشی، یعنی از افکار فاصله گرفته باشی، مشاهدهش کرده باشی، انرژی تو به افکار نچسبونده باشی که با مدیتیشن و جورنال نویسی این اتفاق رقم میخوره و این باعث میشه هم در طول روز انرژیت حفظ بشه و هدر نره و برای سلامتی بافت ها و سلول های بدنت استفاده بشه، هم برای دریافت شهودت در لحظه بودنت رقم میخوره و همین که برای رشد در مسیر دنیوی با خلاقیت و انرژی بیشتری استفاده میکنی، بهره میبری و نتایج بهتری رو رقم میزنی و همین که در خواب روح میتونه از جسم و از ایگو، اون شخصیت قلابی، جدا بشه، به منبعش خالقش وصل بشه که هر چقدر آینه دل رو پاک کنی احتمال رویای صادق دیدن در خواب زیاده. به عالم خواب میگن مرگ موقت و روح مثل زمانی که پس از مرگ اصلی از بدن جدا میشه در خواب هم از بدن به اون شرط میتونه جدا بشه و فول انرژی برای روز بعد برگرده به جسم. توی این داستان به خاطر اینکه شاه از ته دلش خدا رو صدا میزنه و از اون شخصیت قلابیش برای لحظاتی دور میشه، از ایگوش، از ذهنیتش برای لحظاتی دور میشه، روحش وارد رویای صادقه میشه و میتونه ارتباط بگیره با منبعش که اونجا میبینه که یک مرشد یا یک پیری رو که بهش چیزی میگه که نماد این پیر یا مرشد چیه؟ در حقیقت نمادش دل هست که خداوند توی اون منعکس میشه یا اینکه خدا در دل اون شخص پرتوی عشق و نور و رحمت و آگاهیشو تابونده و مورد عنایت خدا واقع شده که از هیچ کدوممون اینها دور نیست که با پاکی آروم آروم آینه دلمون از این آلودگی ها پرتو عشق و نور و رحمت و آگاهی خدا توی دل ما هم تابیده میشه و اون شهود و انرژی و کمکی که قراره بهمون بشه رو دریافت میکنیم توسط خودمون. بیت 63 گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا ز ماست. پیر یا همون مرشد در خواب شاه بهش میگه شاه برات خبر خوشی دارم، حاجتت برآورده شد، مژده بده، صبر کن تا فردا غریبی نزد تو میاد، از او استقبال کن و بدون که او فرستاده ماست. بیت 64 داریم نزدیک میشیم به آخرین بیت. اینجا ازت درخواست دارم که اگر که تا اینجای ویدیو پادکست رو دوست داشتی و حتی اندکی به آگاهیات اضافه کرده، لطفاً اینو بدون که میتونه به خیلی های دیگه که چه مولانا رو دوست داشته باشن و بشناسنش، چه نه کمک کنه و مولانا رو به افراد بیشتری بشناسونه. اگر که دوست داری توی این مسیر حمایت از آگاه شدن خرد جمعی دست خیرشو و این ویدیو یا کانال رو برای عزیزانت، اطرافیانت، دوستانت بفرست، چه خوششون بیاد چه نه، تو اون وظیفه انسان دوستانت رو انجام دادی. دمتم گرم.
بیت 64 میگه که چون که آید او حکیم حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. کسی که به سراغت میاد طبیبی است با مهارت و صادق و بهش اعتماد کن، چون که ماهره و از سمت خدا هر کسی که بیاد قطعاً که درست کار و راستگو و توی کارش ماهره. و بیت 65 بیت آخر این پادکست ویدئو: در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. توی زمانهای قدیم و حتی امروزه بر این باور بودن و هستن که 4 عامل توی بدن وجود داره که به هم مربوطن و باعث سلامتی ما بشه. تعادل در خون و صفرا و سودا و بلغم باعث میشه که ما در سلامتی باشیم و اگه یکی از اینها از تعادل خارج بشه، شخص دچار بیماری توی هر زمینه‌ای میشه که کل این رو مزاج میگن. و میگه که شاه ببین که فردا این طبیب چگونه مزاج این کنیزک رو متعادل میکنه و از مرگ نجاتش میده. نکته داره، اونم اینه که اراده و تصمیم خداونده که این کنیزک که نفس ماست رو میخواد با مرشدهای حقیقی چون مولانا و دیگر بزرگان از گذشته تا به امروز توی تمام افراد و ادیانی که به همون شناسوندن کمک کنه و ایگو رو مهار کنه و اختیار انرژی حیات در جسم رو خداوند میخواد که به دست روح یا همون شاه داستان بده. و قطعاً باید یادمون باشه که به جای خدا جاده خاکی نریم و این طبیبان و پیام آوران و آدمها رو پرستش و عبادت نکنیم و منبعمون رو فراموش نکنیم که این کفره و یکتاپرستی و خداپرستی نیست. حواست باشه که یه عمری جاده خاکی بردنمون و الان انقدر سطح آگاهی بالا رفته که قدرت اختیار و انتخاب داری که برگردی به جاده اصلی، به منبعت و فقط یکتاپرست باشی یا این که به جای یکتاپرست انسان پرست باشی. بد نیست که از آگاهی های افراد دیگه که به منبعشون وصل شدن استفاده کنیم و قضاوتشون نکنیم، اما بد به نظرم اینه که مسیر اصلی و منبع اصلی رو فراموش کنیم و کفر پرست بشیم. در نهایت دمت گرم که تا انتهای این ویدیو پادکست رو شنیدی، همراه بودی و اگه دوست داشتی لایک کن، کامنت بذار و این دیگه حالا حمایت هایی که همه میگن و خب دلیه، دوست داشتی میتونی انجام بدی ولی بدون چیزی ازت کم نمیکنه و کمکیه برای دلگرمی به من و همچنین این که نشون دادن این آگاهی ها به افراد بیشتر. در نهایت قلبت باز و ذهنت آروم در پناه خدا باشی.